بسم الله الرحمن الرحیم. یه جلسه ای داریم که تو این جلسه من صداتونم خیلی ضعیفه، من نمیشنوم. چشم مادر، من سعی میکنم بلندتر صحبت کنم. جلسه ای داریم که توی این جلسمون عزیزی هست که میفرماین من قبلا جلسه گرفتم و الان برنامه پاکسازی ندارم و بنده یکم حالا عصبانی شدم، چون واقعا برای من کسی که روبروم نشسته جدای از من نیست. کسی که روبروی من میشینه تکه‌ای از وجود منه، پاره تن منه، خواهر منه، خانواده من هست. مریم میگه که شما صداتون رو ببندید که صدای خشخش رو این طرف نیاد. من تعصبی دارم نسبت به مردم و مردمی که روبروم میشینن، مخصوصا کسی که بگه من جلسه گرفتم و الان جلسه پاکسازی ندارم. ایشون یه سوالی فرمودن که من خواستم این سوال رو با مردم شیر کنم، شریک بشم در این سوال. لطفا سوالتون رو یک بار دیگه بفرمایید. صداتو باز کن مادر، وقتی صحبت میکنین صداتو باز کن. ببخشید مادر جون، چی کار کنیم که خدا ما رو ببخشه از گناهانی که کوچیک و صغیر و کبیر، از گناهان بزرگ، خدا ما رو عفو کنه. خب موضوعی که خداوند ما رو ببخشه، من یه سوال رو با سوال جواب میدم. البته ببخشین بی ادبیه که سوال رو با سوال جواب داد، ولی اینکه میخوام شما به مرحله برسونم در مورد سوال خودت تفکر کنی. آیا مشکلاتی که در زندگی داری گناهانی هست که انجام دادی؟ فکر میکنی گناهانی انجام دادی که امروز داری مجازات میشی؟ نمیدونم، شاید. اوکی، بریم یه بررسی بکنیم. در دنیا حال و سیستم ما طوری ساخته شده که با انرژی های منفی این سیستم و این حاله ما از بین میره. این انرژی های منفی ممکنه سازندش خود ما باشیم، یعنی اعمال ما. ممکنه حسد یا سحری برای ما انجام شده، یعنی کسی به ما ظلم کرده، حسد یا سحر کرده، یا خودمون اعمال بدی انجام دادیم، یا اصلا یک چیز وراثتی هست، یا وارد یک مکان آلوده شدیم، یا نادانسته عملی انجام دادیم، حالا مثلا عملی که باعث شده انرژی های منفی به ما حمله کنن. آیا اگر کسی برای ما سحر بکنه، من اینو به عنوان سوال از شما میپرسم مادر و سوالتو جواب بده. آیا اگر کسی برای ما سحر بکنه و ما رو چشم بکنه، اون مقصره، ما مقصر نیستیم؟ چرا ما مقصریم؟ چرا ما مقصریم؟ چون خودمون رو تو معرض همچین مشکلی قرار دادیم. خب ما که نمیتونیم مادر، حالا طبق تربیت و آیین و رسوم ما نمیتونیم 24 ساعت نقاب بزنیم و با نقاب بریم بیرون که چشم نخوریم. البته از این نظر البته قسمتی از صحبت درسته. کارهایی که ما میکنیم، طرز لباس پوشیدنمون، حرف زدنمون باعث جذب انرژی ها میشه، جذب انرژی های منفی. بعد مثلا ما میتونیم وارد محیط هایی نشیم که همچه مشکلی برامون پیش بیاد، ولی نه نمیشه. امکانش شاید 10% باشه. نه نمیشه مادر. شاید شخص حسودی که شما رو چشم میکنه مادرت باشه، خواهرت باشه. شاید کسی که شما رو سحر میکنه جاریت باشه، مادر شوهرت باشه. خب ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم. پس باید چی کار کنیم؟ الان در دنیایی که بسیار بسیار انرژی های منفی زیاده، باید چی کار کنیم؟ خداوند چرا 124,000 پیامبر فرستاد از زمان آدم
تا امروز و خیلی از این پیامبرها برای ما ناشناخته است و ما اونها رو نمیشناسیم. خیلی از این پیامبرها ما اونها رو نمیشناسیم، فقط تعدادی رو میشناسیم. چرا خداوند پیامبران بسیاری رو برای ما فرستاد؟ برای هدایت ما. و خداوند برای اینکه هدایت بشیم و به ما در هر دوره مختلف پیامبرانی داشتند که خداوند اونها رو فرستاد که مردم رو هدایت کنند. و چرا مردم هدایت نمیشن؟ چرا ما 1400 سال پیش قرآن نازل شد و حضرت محمد صلی الله برگزیده شد به پیامبری، ولی مردم جهل پیش از ظهور خیلی بیشتر از جهل پیش از دوره جهالت، پیش از بعثت رسیدن حضرت محمد، چون مردم به طرف شیطان میرن. عزیز یکی از پیامبران قوم بنی اسرائیل، خیلی از مردم عزیز رو نمیشناسن. حضرت عزیز پیامبری بود که خداوند بر اساس قرآن و منابع اسلامی خداوند روح او را جدا کرد. این تنها پیامبری بود که خداوند روحش رو جدا کرد. 100 سال بعد از 100 سال دوباره زنده شد و در قرآن هم به این موضوع اشاره شده در آیه 30 سوره توبه. خداوند به عزیز علیه السلام اشاره کرده و مردم بسیاری نمیدانند. حالا ما نمیخوایم مردم یا من از کل قرآن و از زمان آدم تا الان همه چی رو بدونم. شما 3 سال پیش اومدی جلسه، متوجه شدی سحرهای زیادی داری، حسدهای زیادی داری و دوباره رفتی و پاکسازی تو گذاشتی کنار. این یه موضوع. فرمودی چی کار کنیم که خداوند ما رو ببخشه؟ چه کسی برای ما سحر بکنه و چشم بزنه، چه خودم اعمال بد انجام بدم، استغفرالله، در همه لحاظ خودم مقصرم. اگر من یاد نگیرم که به خدا نزدیک شم و اعمال درست انجام بدم و طبق سیستمی که خدا آفریده رفتار کنم، دوچاره تسلط انرژی های منفی میشم، چشم، حسد، گناه یا هر چی باشه. یعنی خودم مقصرم. این در مرحله اول. چیکار کنیم که خداوند ما رو ببخشه؟ از ته قلبتون توبه کنید. خداوند میگه اگر توبه کردی، ما آیه قرآنی داریم، اگر توبه کردی تمام گناهاتو که میبخشم، گناهاتو تبدیل میکنم به سیئاتتو تبدیل میکنم به حسنات، و در مقابلش شما 100 تا گناه کردی، وقتی که از ته قلب توبه کردی و عمل صالح انجام دادی، اون گناهاتو تبدیل میکنم به حسنات و در مقابلش به جایزه میدم. کجا چنین معامله‌ای با شما میشه غیر از محضر خدا؟ آیه قرآنی داریم، سوره فرقان آیه 70: الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. خداوند سیئات رو یبدل الله تبدیل میکنه به حسنات. یک کلمه بگو توبه کردم، خدایا منو ببخش، و تصمیم بگیر که عمل صالحی انجام بدی. عمل صالح. خدایا من دیگه این کارو نمی کنم، خدایا پشیمان شدم، خدایا اشتباه کردم. ما به شخصی لطف کردیم، مهربانی کردیم، ولی این لطف و مهربانی ما اینقدر زیاد بود که حالا به نظر خودم زیاد نبود، ولی برای اون شخص اینقدر تعجب انگیز بود که باعث شد افکار دیگه داشته باشه و از ما توقعات دیگه داشته باشه و من خودم رو مقصر دونستم و من بابت این موضوع خودم میشینم استغفرالله میگم و از خداوند میخوام منو ببخشه.
خدای منو ببخش، خدای من نمیدونستم، خدای من این شخص رو نمیشناختم، خدای من اونو نمیشناختم. به یه نفر کمک میکنیم، میگیم آقا من این ماه کمکت میکنم، اجاره خونتو میدم. فردا میاد میگه خب تلویزیونم میخوام، یخچالم میخوام، فلانم میخوام، فلانم میخوام. وقتی بهش میگیم نمیتونیم ناراحت میشه. خدای منو ببخش، خدایا من شاید یه جوری برخورد کردم که اون شخص فکر میکنه من میلیاردرم، من میتونم و الان وظیفه ما باید بدم. خدای من ببخش، من تا این حد خودم رو مقصر میدونم، تا این حد. یعنی هر جایی که حتی اگر اون شخص اشتباه فهمیده، میگم خب من روز اول باید میومدم بهش میگفتم ببین من اگر گفتم اجاره این ماه تو میدم، فقط این ماه میتونم، ماه بعد نمیتونم. دیگه باید اینو روز اول میگفتم. روز اول نگفتم، طرف رفته یه لیست بلند بالا نوشته میگه بیا حالا اینا رو هم انجام بده. وقتی هم بهش میگم نمیتونم ناراحت میشه. حالا شاید نفرین کنه، شاید قهر بکنه، شاید دلش بشکنه. خدای منو ببخش، من اشتباه کردم. شما وقتی که در درگاه خداوند حاضر هستی و از قلبت، ته قلبت توبه میکنی و از خداوند میخواهی که خدایا منو ببخش و بعد از اون سعی میکنی، به ما خدا رو نمیتونیم گول بزنیم. خداوند میگه اگر 100 بار توبه کردی برگرد. اگر به اندازه ریگ بیابان گناه کرده باشی بگی خدایا توبه کردم من تو رو میبخشم، برگرد به طرف من، برگرد و منو صدا بزن. حالا شیطان به مردم دروغ میگه خدا که دیگه نمیبخشتت، پس دیگه از همین زندگی که داری لذت ببر. نه، اینجوری نیست. هر کاری که کردیم توبه کنیم و خداوند ما رو میبخشه و خداوند توبه پذیر هست. پس توبه کنیم و در اموری که خداوند راضی میشه خدا رو راضی کنیم. خداوند انقدر مهربانه که میگه اگر از خیابون رد شدی یه بچه رو دیدی یتیمه، گفتی آخه کاش که پول داشتم برای این بچه خونه میخریدم، میگه خداوند این ثواب رو پای شما مینویسه و ثبت میکنه. این برای شما ثبت شد. کجا اینجوری با شما معامله میشه؟ فکر خوب بکنی جایزه بگیری، حرف خوب بزنی جایزه بگیری، گناه کنی توبه کنی مقابل گناه اعمالی که انجام دادی جایزه بگیری. هیچ جا با شما اینجوری معامله نمیشه مگر در محضر خداوند. و نیت ها، چرا خداوند نماز بدون نیت رو قبول نمیکنه؟ میگه اگه نیت نکردی نماز بخونی، وضو گرفتی رفتی وایسادی به نماز، اصلا خود وضو گرفتن نیت نمازه. اگر نیت نکرده بودی، مثلا صبح وضو داشتی بلند شدی یه سره رفتی وایسادی نماز و نیت نکردی، اون نماز قبول نیست. خداوند میگه باید از ته دلت راضی باشی، نیت کنی. نمازت برای خودته به دستور الله، ولی باید نیت کنی. و خداوند هر کسی که نیتی در قلبش داره و نیت به خیر باشه و رضای خداوند در اون در نظر گرفته باشه، خداوند اون نیت رو برآورده میکنه. اگر شما بگی خدایا من میخوام سعی کنم زندگیمو درست کنم، خدایا من میخوام کمکم کن شوهرمو آدم کنم، بچه‌هامو آدم کنم، این اتفاق برات میفته. چون نیتت خیره، چون نیتت ساختنه، چون نیت فساد و خراب کردن و فلان نیست. حالا یکی میاد میگه برم دعا بگیرم برای ام محمد، دعای جذب، ام محمد بیشتر کمکم کنه، ام محمد جلسه رایگان بده، ام محمد اینجوری کنه، ام محمد. خب این نیت فساده، خدا نمیذاره که موفق بشه. یا کسانی که برای ام محمد سحر و جادو میکنن، بریم امروز سحر و جادو بکنیم ام محمد بمیره. فکر کنن قبرستانا پر شده از عروسک هایی که به نام من زدن، سحرهایی که به نام من دفع شده. و کاش این جادوگرها از خودشون میپرسیدن جادو میکنیم، جادو 3 روزه طرف میمیره. خب چی شد که ام محمد اینجا نشسته؟ ام محمد ایمانش به خداست. ام محمد هر لحظه خدا رو صدا میزنه و از خدا معذرت میخواد. خدایا منو ببخش، خدایا منو ببخش در همه موارد. خدایا دستم رو بگیر. خدایا اگر ما از صبح تا شب به درگاه خدا التماس کنیم کمه. اگر خداوند تنها کسی هست که ذات حمید به ذاتو ستایش شده است، احتیاجی به ستایش ما و نماز ما نداره. خدا رو صدا بزنیم.
منفی ها رو از زندگیمون رو بیرون کنیم، افکار منفی رو از زندگیمون بیرون کنیم. آقا شما با چشم خودت یک صحنه‌ای دیدی، یک شخصی خرابکاری میکنه، شک و تردید نکن، به خدا بسپار، بگو خدایا به تو سپردم، بگو خدایا تو بگو، بگو خدایا تو انجام بده، بگو خدایا هر چی تو گفتی، تسلیم امر خدا بشیم. خب بریم که جلسه رو شروع کنیم.